بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند متعال. رسیدیم از جمله 6 کلمه به کلمه خود ششم که آخرین کلمه است در اسلام. کلمه ششم عبارت است از کلمه رد کفر، یعنی از بین بردن کفر. چون بعضی از اعمال است که انسان با انجام دادن آن اعمال از دایره اسلام خارج می شود، در داخل کفر میشه. خب برای از بین بردن این اعمال شروع میکنیم که خواندن کلمه ششم. کلمه ششم عبارت است از بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا و انا اعلم به و استغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. خب این چند جمله عربی را خواندیم، لازم است که معنایش هم بفهمیم که این چند جمله را که خواندیم چی معنا، چی گفتیم طی این چند جمله که خواندیم. معنایش عبارت است از اللهم انی اعوذ بک، یعنی خداوندا ما به تو پناه میبرم، من ان اشرک بک شیئا، از هر آن چیزی که بعضی وقت از پیش ما در مقابل تو شرک میشه، و انا اعلم به، و ما او را میفهمم، و استغفرک لما لا اعلم به، و از تو آمرزش میخواهم، بخشش میخواهم برای آنچه که حتی ما او را نمیدانم. تبت عنه و تبرأت من الکفر، ما از آن توبه میکنم به سوی تو، و تبرأت من الکفر، و هم دوری میجویم از کفر و شرکی و از شرک، والکذب والغیبت والبدعت، و دوری میجویم از دروغ و از غیبت و از بدعت، والنمیمت والفواحش والبهتان، و همچنان دوری و بیزاری میجویم از نمیمه که خودش چغلی را میگه، والفواحش از کارهای بد، والبهتان و از تهمت زدن، والمعاصی کلها و از تمام کارهایی که گناه است خداوندا ما دوری میجویم. و اسلمت و اقول، و ایمان می آورم و میگویم لا اله الا الله محمد رسول الله، که نیست خدای جز الله یگانه و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم فرستاده خداوند است. تشکر از توجهتان.